سلام و درود خدمت همراهان گرامی دیدبان البرز. در بسته خبری البرز چه خبر با مهمترین اخبار استان البرز در خدمت شما هستیم. همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکر مطهر 10 شهید گمنام دوران دفاع مقدس که به مدت چند روز میهمان استان البرز بودند، با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهر کرج تشییع شدند. بی پلاک و بی نشون برگشتی، تو با چند تا تیکه های استخون برگشتی، تو بدون شک فرشته‌ای که باز از زمین به آسمون برگشتی. مردم خوب، وفادار و قدرشناس استان البرز شهر کرج اومدن و این شهدای عزیز رو امروز با عزت تا عرش خدا بدرقه کنن. حضور پرشکوه مردم این استان و مردم کشورمون در بدرقه شهیدان گرانقدرمون نشونه وفاداری اونها با آرمان‌های شهیدان گرانقدر ماست که فکر می‌کنم این همین استمرار حرکت شهیدان گرانقدر ما باعث پیروزی‌های بزرگ برای ملت ما خواهد. توی خاطراتمون همیشه خوشنامی تو. اولین نمایشگاه دائمی تجسمی معارف اهل بیت و مهدویت در کشور و جهان اسلام در مجتمع بین المللی مهدیون کرج برپا شده. این نمایشگاه بر اساس دعای نطبه تقریبا طراحی شده که از پیامبران الهی شروع میشه، میاد به بحث هبوط حضرت آدم به زمین، بحث معراج پیامبر که فصاحت کامل در قالب تابلوهای نقاشی و توضیحات کامل پرداخته شده. این نمایشگاه دائمی است و در طول سال قابل استفاده است. مناسبت هایی که در مهدیون، مراسم هایی که داریم، ولادت ها، شهادت ها، این نمایشگاه دایره. هر وقت که نمایشگاه مراسم داریم عزیزانم تا میان استفاده کنن. نمایشگاه بسیار خوب و برام غیر منتظره بود که این همه خیلی خوب کار شده، زیبا کار شده. من هماهنگی‌های لازم رو انجام میدم که بچه‌هامون رو در قالب اردویی برای بازدید اینجا بیاریم و از این ظرفیت بتونن استفاده بکنن. این نمایشگاه با توجه به اینکه در عرصه هنرهای تجسمی هست، باعث تثبیت و تقویت باورهای شناختی اقشار نوجوان ما خواهد شد. این نمایشگاه که حاصل سالها تلاش این مجموعه است، از این پس میزبان عموم مردم، دانش آموزان، دانشجویان و مجموعه ها و هیئت های مذهبی و فرهنگی. رئیس پلیس راهور استان البرز اعلام کرده که به خاطر تشدید آلودگی هوا، طرح زوج و فرد از درب منازل در کرج از ساعت 6:30 صبح تا 8:30 شب اجرا میشه و تخلف‌ها از طریق دوربین و مأموران با جریمه 2 میلیون ریالی همراهه. البته تردد تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای امدادی مجازه و از شهروندان هم خواسته شده که از تردد غیر ضروری خودداری کنند. همچنین طرح برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی هم تشدید میشه. خودروهای آلاینده فک پلاک و به تعمیرگاه اعزام میشن و جریمه روزانه 100,000 تومانی هم برای وسایل نقلیه بدون معاینه فنی اعمال میشه. دادگستری استان البرز اعلام کرده که خبرهای منتشر شده درباره قتل یک وکیل مقابل دادگستری شهریار صحت نداره. بررسی‌ها نشون میده که این قتل در یک منزل مسکونی در شهرستان فردیس اتفاق افتاده و ارتباطی با مسائل قضایی و مراجع دادگستری نداره و علت مرگ وکیل هم خونریزی ناشی از جراحت با سلاح سرد اعلام و در این پرونده یک خانم دستگیر شده. استاندار البرز اعلام کرده که بیمارستان 260 تختخوابی سیدالشهدا علیه السلام کرج و بیمارستان 135 تختخوابی کمال شهر هر دو به مرز 90% پیشرفت رسیدن و به زودی افتتاح میشن. با بهره برداری از این دو مرکز درمانی، بخش زیادی از نیازهای مردم کرج و استان البرز پاسخ داده خواهد شد. مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان البرز از برگزاری جشنواره رسانه‌ای رزم تصویر با محوریت روایتگری و بزرگداشت شهدای جنگ 12 روزه خبر داد. این جشنواره در 3 بخش یادداشت،
گزارش و تولیدات چند رسانه‌ای برگزار میشه و اهالی رسانه تا 30 آذر ماه فرصت دارن آثارشون رو به این جشنواره ارسال کنن. کاخ تاریخی سلیمانیه بعد از مرمت و آماده‌سازی‌های گسترده به عنوان موزه نقاشی استان البرز افتتاح میشه. این مکان از ساعت 9 صبح تا 6 عصر پذیرای عموم خواهد بود. از اینکه بیننده این برنامه بودید بسیار ممنونیم. هفته خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.